اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهی عن ترک النار فی البیت عند النوم و نحوه سواء كانت فی سراج او غیره. یعنی که این باب در مسئله منع بودن روشن گذاشتن آتش در خانه هنگام خواب کردن یا به مانند خواب کردن. یک انسان میخواهد که خانه اش را ترک کند، به یک جا برآمده رود، پس اون آتش را نباید فروزان و روشن بگذارد. سواء کانت فی سراج، فرق ندارد که اون آتش در چراغ باشد، یعنی که سالهای پیش چراغ بود که در داخل اون سلیرکه ریخته و چراغ را گریان میکردن، فروزان میکردن، اون باشد، او غیری یا در غیری چراغ باشد، یا در داخل چیزی باشد که ریختن و چپه شدنش امکانیت دارد، ریختن و چپه شدنش امکانیت دارد، پس باید اون را خاموش بکند و بعد از خانهش براید، یا اون را خاموش بکند بعد خواب بکند. پس این باب را امام نووی رحمه الله برای ما و شما نامگذاری کرد و بعد از این حدیث های این باب را برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1651 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید: عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال. یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1651 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله گفتند: لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تترکوا النار فی بیوتکم، یعنی فروزان و روشن نگذارید آتش را در داخل خانه هایتان. حین تنامون، یعنی وقتی که شما خواب میکنید، وقتی خواب کردن نباید آتش در داخل خانه شما فروزان باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این حدیث دلالت میکند به اون آتشی که احتمال خطر دارد، احتمال خطر، و مثلا چراغ یا در داخل یگان چیزی، یگان تغاره، یگان چیزی آتش میکشویند بعضی ها. پس اینها را رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردگی است. اما در داخل پیچکه بخاری که داریم ما و شما استفاده میبریم در قشلاقا و در دهه ها، پس در داخل این آتش سوختن بگیرد و انسان خواب بکند باکی ندارد. چرا؟ زیرا اینکه اون احتمال خطر ندارد، در آن احتمال خطر نیست. پس در چراغ باشد یا در داخل تغاره یا در داخل چیزی آتش را کشادی، احتمال است که اون خانه سوزانده شود، آتش گرفته شود. در این صورت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع میکند. آتش فرقی ندارد چی در چراغ باشد، چی در یا چی شمع باشد، حتی شمع. پس ما و شما بارها شنیدگی هستیم که چندین خانه ها به سبب شمع سوختگی هستند، به سبب چراغ سوختگی هستند، به سبب آتش بسیاری از خانه ها سوختند و چندین کس ها هلاک شدگی هستند. پس از این حساب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امتش تقدیم میکند که امتش بیدار باشد و آگاه باشد، به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده نباید آتش را در خانه اش فروزان ماند، اگر که احتمال خطر باشد فروزان مانده خواب بکند. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1651 کتاب ریاض الصالحین.
بعد از این امام نووی رحمه الله حدیثی 1652 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید و عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1652 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت، ابو موسی اشعری رضی الله عنه میگه فرمودند که احترق بیت بالمدینه علی اهله من اللیل، یعنی که آتش گرفت خانه در مدینه، در مدینه یک خانه میگه آتش گرفت علی اهله یعنی با ساکنانش، من اللیل یعنی شبانگاه، در هنگامی که صاحبان اون خانه ساکنان اون خانه خواب بودن اون خانه آتش گرفت با خاندانش، یعنی همه اشان آتش گرفتند و هلاک شدند. فلما حدث رسول الله صلی الله علیه و سلم بشأنهم، و زمانی که میگه صحبت شد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اون خاندان، در باره اون کسانی که خانه اشان در گرفته بود، وقتی که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این صحبت، این سخن رفت درباره اون سخن گفتن، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قال، رسول الله گفتند این هذه النار عدو لكم، رسول الله گفتند هر آینه این آتش دشمن شما هست، این آتش دشمن شما می باشد. فاذا نمتم، پس هنگامی که میخواهید بخوابید، هنگام خواب کردنی که شدید، فاطفئوها، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند پس آتش را خاموش بکنید، هنگامی که خواب کردنی که شدید پس آتش را خاموش بکنید. یعنی اون زمانهای پیش وقتی که آتش میکشادن و مثل زمانهایی که حالا ما و شما قرار داریم در خانه هایی که بخاری هست یعنی پیچکه هست، و مثل این پیچکه ها بخاری ها در آن زمان نبود، در آن زمان در زمین آتش گریان میکردن، اون خانه را گرم میکردن، گرم نگاه میداشتند و اون احتمال زیادی خطر در آن وجود داشت. اما امروز هر نمود آتش کشایی که در آن خطر باشد، وقت انسان خواب شدنی می شود باید اون را خاموش بکند. حتی اون بخاری های برقی، همون پیچکه های برقی، اونها هم باشد اگر احتمال خطر هست باید انسان خاموشش بکند یا در جای بگذارد آن پیچکه را که نزدیک به چیزهای سوزنده نباشد، یعنی خودش را و اهل بیتش را و مال و ملکش را نباید به هلاکت بدهد. این حدیث متفق علیه می باشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را آگاه کرد که این آتش دشمن است. دشمن چیکار میکنه؟ وقتی که رقیب خود را ببیند هلاکش میکند. وقتی که دشمن رقیب خود را ببیند میخواهد اون را هلاک بکند، او را از بین ببرد. پس آتش انا همین طور به مثل دشمن است که وقتی که فروزان شد، وقتی که جای آتش گرفت در آن داخل باشی حتما تو را هلاک میگرداند و تو را نابود میگرداند. پس باید انسان بسیار متوجه باشد در این مسئله که فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم را در زندگی باید زنده و در عمل نگاه باید داشت. پس این بود دومین حدیثی که امام نووی رحمه الله در زیر باب منع فروزان گذاشتن آتش در خانه در هنگام خواب آورده است. و سومین حدیث این باب، آخرین حدیث این باب، حدیث 1653 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله می فرماید و عن جابر رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1653 کتاب ریاض الصالحین میگوید از جابر رضی الله عنه روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند،
میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان دادند، امر کردند که غط الاناء، یعنی که بپوشانید دهن ظرف ها را، بالای ظرف هایتون را بپوشانید. مثلا دیگ و کاسه که در داخلش چیزی دارید، طعام است یا چیزی هست، پس بالای اون ظرف ها را شما میگه بپوشانید. و او کی السقاء، و همچنین بپوشانید میگه مشک آب را. سقا همچنین ظرفی که در اون آب گرفته می شود، به مثل سطل یا چیزهایی که بزرگی از چند تن آب میبرد دهن دارند، اونها را باید دهنهاشان بسته شود، دهنهاشان باید محکم کرده شود. چه دیگ و کاسه باشد، در داخلش اگر چیزی باشد دهنش محکم بکنید. اگر دهنی مخصوص داشته باشد، همون دهن خودش را در بالا، سرپوشش را در بالاش بگذارید. یا اون چیزهای آبگیری که دارید در خانه، دهنش را محکم بکنید. و اغلق الباب، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بپوشید در را. وقتی خواب کردن میشوید در خانه تون را بپوشید، این همون دروازه کلان را، در اصلی را حتما بپوشید. و اطفئوا السراج، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه همچنین میگه خاموش بکنید چراغ را خاموش بکنید وقتی خواب کردن میشوید. فان الشیطان لا یحل سقاء ولا یفتح بابا. ببینید چقدر فایده بزرگ را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تقدیم میکند که تا بر روز قیامت هیچ علم این را بیان کردن نمیتوانست اگر رسول الله نمیگفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید فإن الشیطان لا یحل سقاء، یعنی که شیطان ملعون باز کردن نمیتواند مشک آب را، آن ظرفایی که در داخلش آب باشد. وقتی که شما بالای اون رو میپوشانید، سرپوشش را در بالاش میگذارید، پس شیطان ملعون اون را کشادن نمیتواند. ولا یفتح بابا، و همچنین شیطان ملعون در را هم کشادن نمیتواند اگر شما بسته باشید. ببینید آیا علم میتواند بدون گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیز را ثابت میکرد؟ حتما که نه. الله جل جلاله برای پیغمبرش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی کرده، برای رسول الله فهمانده است، آگاه کرده است که این شیطان ملعون چی کارها را کرده میتواند و چی کارها را کرده نمیتواند. یعنی وقتی شما مشک آب را بالاش سرپوشش را میپوشید، شیطان را باز کردن نمیتواند. وقتی که در خانه تون را میپوشید، شیطان اون را باز کرده نمیتواند. ولا یکشف ایناء، و همچنین باز کردن نمیتواند شیطان ظرف را، دیگ و کاسه و طبق را که در داخلش چیزی خوردنی باشد شما بالاش را پوشاندید، سرپوشش را محکم کردید، پس شیطان او را هم باز کردن نمیتواند. فإن لم یجد احدکم الا ان یعرض علی انائه عودا و یذکر اسم الله فلیفعل. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر حالت را نگاه کرده برای امتش آگاهی میدهد و امتش ده آسانی میارد. میگه فإن لم یجد احدکم، پس اگر که کسی از شما سرپوش پیدا نکرد، یک ظرف داره در داخلش آب است سرپوش ندارد، یا دیگ و کاسه که سرپوش ندارد و چیزی هم ندارد که بالایش را بپوشانید، یا مشک آبی که نمیتوانید بالای اون را بپوشانید، یا دری که شما محکمش کردن نمیتوانید، پس در این صورت چیکار کنید؟ الا ان یعرض علی انائه عودا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که بگذارد بر بالای همون ایناش، بر بالای همون ظرفش چوب را. همون دیگ باشد هیچی نفته در بالاش چوب رو بمانید، در باشد هیچی نفته در دهن درتون یا چوب بمانید و چی بگوید؟ و یذکر اسم الله، باید یاد الله را بکند. یعنی این چوب را مانده در بالای اون ظرف یا در بالای اون مشک آب، یا در مانده
بسم الله بگوید، فلیفعل، باید این کار را بکند، انسان میگوید. وقتی که میخواهی از شیطان دور باشی، وقتی میخواهی در امان باشی، پس باید این کار را بکنی. فلیفعل یعنی باید این کار را انجام بدهد اون انسانی که در خانه اش است وقتی خواب کردن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فإن الفویسقة تظرم على اهل البیت بیتهم. میگه هر آینه فویسقه. فویسقه یعنی چی؟ یعنی تباهکاری خردکک، یعنی بدبختکی فاسقکی خردکک. اون بدبختک و تباهکار و جزیر کننده خردکک چی است؟ موشی بدبخت. میگه که فإن الفویسقة، پس هر آینه میگه موش، تضرم علی اهل البیت بیتهم، یعنی آتش میزند بر ساکنان خانه اشان را. یعنی شیطان، یعنی این موش بر خاندان، بر اهل خاندان، بر ساکنان آن خانه اشان را آتش میزند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که چراغ گریان باشد، شاید موش می آید و اون چراغ را چپه می کند، خانه با آتش کشیده می شود. یا چیزی از سوزنده را موش به بالای آتش می برد که اون آتش به چیز و چاره خانه می گذرد و چیزهای خانه را با آتش می کشاند. یعنی که موش پس فویسیقه هست، یعنی تباهکار خردکک هست، به آتش میکشاند بر ساکنان خانه اشان را. باید از این حساب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید احتیاط کرد وقتی خواب کردنی هستید. آتشی که احتمال ضرر، احتمال آتش گرفتن در اون باشد، پس شما اون را خاموش کرده پس آن بخوابید. پس از این امام نووی رحمه الله میگه رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. پس امام نووی میگه که الفویسقة الفأرة، یعنی فویسقه همون موش را میگویند. و تضرمو یعنی که تحرقو، تضرمو یعنی که آتش میزند، میسوزاند، آتش میزند موش بر خاندان، بر اهل خاندان خانه اشان را. پس این بود باب نهی کردن، منع کردن از روشن گذاشتن آتش در خانه در هنگام خواب کردن. این باب با همین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب نهی عن التکلف، یعنی باب نو در مسئله منع بودن تکلف است. منع بودن تکلف و هو فعل و قول. همین تکلف فعل یا قول هست، یعنی کار یا سخن هست که ما لا مصلحت فیه بمشقت، یعنی همون کار و همون سخنی که فایده در اون نباشد، بمشقت یعنی با دشواری انجام داده می شود. پس انمی را میگن تکلف. تکلف یعنی سخت کاری در کاری که در آن هیچ مصلحه نیست، هیچ چیزی نیست، نه ثواب است، نه اجر دارد و نه به فایده مردم است. پس این باب در مسئله منع بودنی ان همین طور سخت کاری ها می باشد. پس تکلف معناش چنین است که کسی خود را درباره چیزی به زحمت می اندازد و سعی می کند که آن را بشناسد یا آن را معلومات درباره آن بگیرد، در صورتی که آن چیز حقیقت ندارد، در صورتی که آن چیز هیچ فایده ندارد، در صورتی که آن چیز هیچ فایده نه برای خودش نه برای دیگرها نمی بخشد. پس انا همین طور چیز ده دقت دادن و وقت صرف کردن از جمله ممنوعات شرع است. یعنی که اسلام دین ما و شما را از این طور کارها منع می دارد و باز می دارد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب
یک آیت و دو حدیث برایمان تقدیم میکند. آیتی که میارد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره صاد آیت 86 میگوید قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو امر میکند، میگه قل، بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما اسألكم علیه من اجر، یعنی که من نمیخواهم درباره تبلیغاتی که من به شما میکنم از قرآن من اجر پاداشه. یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الله امر میکند که مشرکان رو بگوید که من درباره رساندن قرآن و تبلیغ کردن قرآن و دعوت کردن به سوی قرآن و ایمان و توحید از شما پاداش نمیخواهم، نه منصب میخواهم، نه مال و ملک میخواهم، نه چیزی، نه ریاست، هیچ چیز نمیخواهم. و ما انا من المتکلفین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که من از کسان نیستم که به حجت و خودسرانه به امر الهی تکلف بکنم. یعنی کار رو من خودم از پیش خودم نمیکنم، من از جمله متکلفین نیستم. کاری که بیفایده باشد من شما رو به اون کار امر نمی کنم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله جل جلاله در این آیت امر کرد رسول الله را که مشرکان را آگاه بکند که از اونها چیزی نمیخواهد و آن چیزی که رسول الله میگوید از نزد خودش نیست بلکه از نزد الله رب العالمین می باشد. قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من از جمله متکلفین نمی باشم میگوید. یعنی که از جمله کسانی که کارهای سخت رو بالای مردم بیهوده بیارند، رسول الله میگوید من از اون جمله مردم نیستم. پس این بود یک آیت در زیر این باب. بعد از این امام نووی رحمه الله اولین حدیث این باب رو میارد که حدیث 1654 کتاب ریاض الصالحین است. میگوید و عن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1654 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از عمر رضی الله عنه روایت است که گفت نهینا عن التکلفی، میگم گفت که ما باز داشته شدگی هستیم از سخت کاری، از بیهوده کاری ما باز داشته شدگی هستیم. یعنی بازدارندهش کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که اصحابش را منع میکرد از بیهوده گذراندن وقت یا از سخت کاری ها. پس در این حضرت عمر میگوید نهینا عن التکلفی، یعنی ما منع شدگی هستیم درباره سخت کاری ها و کارهای بیهوده را مشغول شدن، به کارهای بیهوده مشغول شدن رسول الله ما را منع کردگی هست. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1654 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1655 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن مسروق قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1655 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از مسروق روایت است که گفت، مسروق میگوید که دخلنا علی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فقال، میگم ما رفتیم در آمدیم نزد عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. پس میگه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمودن که یا ایها الناس، گفتن ای مردم، من علم شیئا فلیقل به، یعنی که هر کسی که علم شیئا، چیزی را که یاد گرفت و دانست و فهمید، فلیقل به، پس همون چیزی دانستگیش را، همون چیزی فهمیدگیش را بگوید. و من لم یعلم، و هر کسی که ندانست، هر کسی که نفهمید، فلیقل الله اعلم، پس بگوید که الله داناتر است. یعنی چی؟
در این حدیث مسروق میگوید که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتند ای مردم، یعنی ای اهل علم، ای کسانی که، ای مسلمانانی که شما را درباره علم، درباره دین، درباره حلال و حرام کسی سوال میکند، کسی چیز میپرسد، من علم شیئا، اگر سوال اون را میدانید، اگر جواب اون را طبق فرموده الله و رسول میدانید، فلیقل بهی، پس فتوا بدهید اون را، پس سوال اون را جواب بدهید. و من لم یعلم، و کسی که جواب سوال کسی را با علم نمیداند، دلیلش را نمیداند، فلیقل، پس باید اون جواب دهنده بگوید که الله اعلم، یعنی من جوابی سوال تو را نمیدانم، الله داناتر است. الله داناتر است گفته این طور میگه جواب بگوید. در دوام سخن میگوید فإن من العلم ان یقول لما لا یعلم الله اعلم. پس میگه هر آینه از جمله علم است، یک بخش علم، یک بخش دانش همین است که ان یقول، این که انسان بگوید لما لا یعلم، درباره چیزی که خودش معلومات ندارد، نمیداند، بگوید که الله اعلم، یعنی الله داناتر است. پس این جواب رو بگوید، این خودش بخشی از علم می باشد. این انسان برای گفتن این سخنش علم داریش را ثابت می کند، نه اینکه متاسفانه در ما و شما بسیار مشهور شدگی است که باید در نزد بسیار از دانشمندان ما و شما سوال به جواب نماند. هر چیزی که سوالش بودی حتما یک چیز نه یک چیز میگوید. اگر که دلیلش میداند با علم است خوب، اگر که نمیداند عقلش استفاده میبرد. اگر که عقلش قطعی هم نتونست، متاسفانه بسیار کسانی که اهل علمی که سوال و جواب میکنن، اگر جواب درست داده نتوانست، یعنی دلیل نیافت، عقلش هم هیچ چی در راست نیامد، بعد چیکار میکند؟ بعد تاب دادن شروع میکند، بالا و پایان خلاصه کار میکند که شنونده ها فکر میکنند که این سوال جواب داده ایستاده است. اما در آخر وقتی که در ترازوی علم جواب سوال میگذاری، در پله دیگری ترازوی علم جواب اون انسان رو میگذاری، هیچ ربطی به یک دیگر نداشت، فقط یک سفسطه گویی کرد، گویا که سوال به جواب نماند. این دلالت به چی میکند؟ به بی‌علمی اون انسان، دلالت به نادانی اون انسان میکند. اگر اون انسان دانا میشد، اگر اون انسان علم میداشت، هیچگاه این کار را انجام نمیداد، بلکه میگو من نمیدانم، پس نمیدانم خودش علم است، نمیدانم ثواب دارد، نمیدانم اجر دارد، نمیدانم اعتراف کردن به علم خودت است. یعنی تو علم داری که اعتراف میکنی نمیدانی، اما اون بیچاره که نمیداند که نمیداند، باز هم در جهل مرکب بیچاره افتیده است که نمیداند که نمیداند. هر سوالش بودی، از تورات هم سوالش بودی جوابت میتید، از انجیل هم سوالش بودی جوابت میتید، اما نه کتاب را در دستش نه قپیده است، هر چیزی که در ذهنش آمد برای تو جواب میگوید. این یک بدبختی بیش نمی باشد. پس میگد که قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و سلم، مسروق میگوید که عبدالله ابن مسعود گفت که الله جل جلاله برای پیغمبرش صلی الله علیه و سلم گفته است، سوره صاد آیت 86، قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، یعنی بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من در مقابل تبلیغ قرآن و سنت از جانب شما پاداش اجر نمیخواهم، و ما انا من المتکلفین، من از کسانی نیستم که به حجت و به دلیل و به فرمان الهی شما رو به کار امر بکنم، به کار مجبور کنم که در آن اجر، ثواب یا فرمان الهی نباشد. پس میگه الله جل جلاله پیغمبر را گفت که این سخن را برای مشرکین بگو. پس عبدالله ابن مسعود هم همچنین این را دلیل آورد که یعنی ای انسان، ای ملا، ای طالب علم، ای کسی که علم داری ذره، وقتی کسی تو را سوال میکند میدونی مردک بری جوابش بده با علم، اگر نمیدانی مردک بری قائل شو ندانستنت را، نه اینکه خودت را مجبور کنی و
سختکاری و عذاب بدی و وجدانت را ناراحت بگردانی. نه، نمیدونم. بهترین سخن است، بهترین جواب است. گناهگار نمیشوی، ثواب میگیری. اما اگر غلط جواب دادی سوال کسی را، پس بدان که هلاک خواهی شد برای این فتوای دادت. پس این گپ فقط درباره ملاها و طالب علمان نیست، درباره دکترش هم هست، درباره هر کسی که در یک ساحه معلوماتی نادرست دارد برای اون هست. هر کسی که در یک ساحه یک معلوماتی نادرست دارد برای اون می باشد. چی طوره که شیخ الاسلام رحمه الله در کتاب فتاوای حمویه‌اش میگوید که 4 گروه دین و دنیا را به هلاکت و تباهی میکشاند. شیخ الاسلام میگوید 4 طایفه مردم دین و دنیا را، هم دین را هم دنیا را به تباهی و به هلاکت و به نابودی میرساند. این 4 طایفه مردم کی است؟ یکمش کسی که نصف متکلم است درباره علم عقیده یا درباره علم فلسفه و منطق، علم پوره ندارد بیچاره. پس این انسان هم دین و هم دنیا را به تباهی و به نابودی میکشاند. دوم نصف فقیهین، کسی که نیم کاله فقه خواندگی است یا 2 کتاب فقه خواندگی است، هر سوال مشکل ترین سوال براش میدی جواب میگوید. اگر امام ابو حنیفه زنده میشد رحمه الله، الله رحمت و مغفرتش کند، اگر زنده میشد همین سوالی که امروز بعضی از ملاها را میدهی جوابش میدهد، اگر امام ابو حنیفه میشد و جواب نمیداد. یعنی که میگفت نمیدانم. اما متاسفانه بعضی از کسانی که 2 کتاب فقه میخوانند، پس فکر میکنند در بالاترین درجه علم قرار دارد، هیچ سوال را به جواب نمیگذارد. نصف فقیه، دوم گروه، کسی که نیم کاله فقه دارد و این دنیا و قیامت را به تباهی میکشاند. یعنی دنیا را که شاید حق یک کس را در حق یک کس دیگر میگیره میدهد و حق یک کس را پایمال میکند و فتوای نادرست میدهد، زندگی آدم را ویران میکند. یا یک زندگی که اصلا ویران شده است، این بیچاره نمیداند، اونها را در راه حرام قرار میدهد که اونها با زندگی ویران شده زندگی میکنند. پس هم اینا که دنیاشون به هلاکت کشید، در روز قیامت هم به هلاکت میکشونند بیچاره اون انسانی که فتوای این را گوش کرده است، فتوای نیم کاله فقیه را. و شیخ الاسلام میگوید 3 طایفه مردم نصف لغوی هست. نصف لغوی کی است؟ نصف لغوی یعنی کسانی که در گراماتیک زبان عرب معلومات زیاد ندارند. میتونیم از جمله مثال بیاریم ابو تکفیری های خبیث بیچاره هیچ معلوماتی درباره گراماتیک زبان عربی ندارند. اینها شدن مجتهد، اینها شدن فتوا دهنده، اینها شدن خواننده قرآن و تفسیر کننده قرآن و بیان کننده قرآن به همون جهل و نادانیشان، به طبقی ان همون گمراهیشان حکم کننده در بین مردم گشتند. پس نصف لغوی هم هلاکتش خیلی زیاد است. زیرا که او فکر میکند که آیت درست فهمیده است اما غلط فهمیده ایستاده است. یا بسیار از طالب علمایی که متاسفانه این مرض، این بیماری را گرفتار هستند که گویا که اینها مجتهد شدند و گویا که قرآن و سنت را درست میفهمند، بدون آنه که قول عالم را نگاه بکند از پیش خودش آیت را یا حدیث را بیان میکند و توضیح میدهد و شرح میدهد که سخن این را شرح و توضیح که این میدهد بجز شیطان کدام اهل علم نداده است. پس این 3 گروهی که دنیا و دین را به تباهی میکشاند. نصف لغوی، کسی که زبان عربی، گراماتیک زبان عرب را خوب نمیداند، صرف نحو را خوب نمیداند. پس ما و شما در همین شب روز خیلی زیاد ضرری کسانی که صرف نحو را نمیداند ضررش را میبینیم. بسیار از کسانی که در شبکه‌های اینترنتی درس میدهند صرف نحو، در نزد همون شاگرداشون صرف نحو بدنام میکنند. چرا؟ زیرا که بیچاره هم استادایی که اکنون
با گفت خودشان استاد شده هستند، اونها خودشان اصلا صرف نحو نمیفهمند، اصلا نمیفهمند. مردم بیچاره را گمراه میکنند. شاگردای بیچاره میگیرن 6 ماه گویا که صرف نحو درس دادگی است، بعد 6 ماه شاگردش نه مصدر میدونه چی است و نه مبتدا را میدونه چی است و نه فعل و فاعل میدونه و نه مشتق از غیر مشتق و جامد و این چیزا را دیگر در نظرش بامبه. 6 ماه صرف نحو میخواند، این اصطلاحات گراماتیکی در نظرش به مثل بامبه میتابد، یک چیزی عجیب میتابد. چرا؟ زیرا که اون بیچاره نصفی لغوی است، 4 کلمه را از 4 جا حفظ کرده است، خیال کرده است که صرف نحو همین است، شاگرد قبول کنی را شروع کرده است و چندین مردم در نظرش صرف نحو را شمرو کرده است. پس این را در عمل و واقعی ما و شما در این شب و روز در شبکه‌های اینترنتی دیده ایستاده ایم. خب این سومین گروه بوده است که دین و دنیا را به تباهی میکشانده است. آخرین گروه که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در فتاوای حمویه‌اش میآورد، اون کی است؟ نصف طبیب، یعنی کسی که دکتر می شود، پزشک می شود، بیچاره معلومات پره و سالم ندارد، اون هم دنیا و قیامت را دین و دنیا را به تباهی می کشاند. چی قدر مردم را شاید داروی بر ضررش بچید، چی قدر مردم را شاید طبابت نادرست بکند، چی قدر مردم را شاید جراحی نادرست بکند، توصیه های نادرست بکند، و چی قدر مردم را زهرآلود بکند، و چی قدر مردم را سبب هلاک شدنش گردد. پس نصفی طبیب هم کسی که در علم طب، در علم پزشکی معلومات کامل و درست ندارد، پس اینها هم دین و دنیا را به تباهی میکشانند، دین و دنیا را به تباهی میکشانند. پس ما و شما بعضی وقت میشنویم که طبیب های گمراه، طبیب های نصفی طبیب، طبیب های ناکافی سبب هلاکت چی قدر مردم میشوند، به سبب هلاکت چند کس ها میشود. پس ما و شما این را مشاهده میکنیم در این شب و روز و مشاهده کرده ایستاده ایم. پس این بود توضیحات در زیر حدیث 1655 کتاب ریاض الصالحین که رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی بود. با همین باب منع بودن از سخت کاری با آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود. باب نو درباره باب تحریم نیاحتی است، یعنی باب در مسئله حرام بودن نوحخوانی، داد و بیداد کردن، فریاد کشیدن در بالای میت، در بالای مرده گریه کردن و داد و فریاد و نوحخوانی کردن، این حرام می باشد. باب نومون هست، انشاءالله درس آینده این باب را خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.